خب سرباز، امروز رئیس جمهور و مادر گرامیشون از پادگان ما بازدید میکنن. همتون منظم و مرتب سر پستاتون وای میسین و حرکت اضافی نمیکنین. هر کی دست از پا خطا کنه 3 ماه اضافه خدمت میخوره. بحث آبروی پادگان وسطه. خب شما دوتا که نه. تو سرباز بیا اینجا. بله قربان، آماده خدمتگزاری هستم. ما یه سرود زیبا در وصف رئیس جمهور و مادر گرامیشون به اسم اثر اصلی آماده کردیم. توی کامپیوتر پادگانه، بارا روی دسکتاپه. وقتی رئیس جمهور اومدن با اعلام آقای رایدر آهنگو پخش میکنی. مفهومه؟ بله قربان. خب بس ببینم، گفت اسم آهنگ اثر اصلیه. ای بابا، من که انگلیسی مثل ماشین تعمیر کردنم ریده. کدومشه یعنی؟ گمونم همینه. ضمن خوش آمدگویی به شما رئیس جمهور والا مقام، به پادگان حقیر ما خوش آمدید. اجازه بدید با یک سرود زیبا در سراسر پادگان از شما استقبال کنیم. بنوازید. آهنگو پخش کن احمد. دیدم ننده زام شده ارتش سربازا هر شننده میاد دردش آب فرماندگی خودش مثل ترکش. بچه چقدر زود بردستی ندارده. 3 خبرها سیگاه کردی. شاید باورت نشه ولی فرمانده انقدر با اون حال کرد بهمون یه مرخصی کلوف داد. آره دادا، سربازای خیلی خوبی بودیم. یه چکم هممون زدیم زیر گوشش. به هممونم مرخصی طولانی داد. خودش هم رفت تعطیلات اشغال. ولی عجیب آخه 2 روزم نموندین. و زیر گوس فرمانده هم زدین بابا. ای والله.